PRP، مزو و بوتاکس مو اینا جواب میدن. ببینید شما با سوال مثل این مونه که میتونی با ماست دوغ درست کنی. بله میشه با یه لیوان ماست دوغ درست کرد، ولی با یه لیوان ماست نمیشه دریا رو دوغ کرد. بنابراین به صورت مختصر اگه بخوام مختصر بگم بله اینا جواب میده، ولی برای چه کیسی، چه گستردگی، در چه مرحله از ازشون من یه لیستی از درمان‌های پذیرفته شده با شواهد بالا که اینها میتونن جواب بدن تهیه کردم و موثرترین رو گذاشتم بالا و کم اثرترین رو گذاشتم پایین. PRP جایی بین کمی پایینتر از حتی وسط قرار میگیره. خب این به چه معناست؟ به معنی که مثلا اگر کیسی بخواد حالا مثلا خیلی پیشرفته نباشه، شاید بتونه با جلسات کمی 3-4 جلسه PRP جواب بگیره، ولی هرچی کیس قوی تر باشه شما نیاز دارید که حداقل اگر بخواید بهتر جواب بگیرید از درمان‌های قوی تر آپشنی رو داشته باشید و اگر نه مجبورید جلسات متعدد با فواصل کوتاه‌تر رو داشته باشید. طرف ممکنه 13-14 هر ماه یا هر 2 هفته بیاد PRP بکنه فقط برای اینکه داروهای بالا رو استفاده نکنه. در مورد مهمی که از توی PRP، آماده سازی PRP هم خیلی مهمه و اینکه خیلی از موارد جاها من میبینم مثلا PRP رو خیلی ساده میخوان تهیه بکنن، در واقع یه جوری پلاسمای خالی رو تزریق میکنن و اون پلاسمای خالی به معنی PRP نیست. PRP یعنی که پلاسمای غنی از پلاکت، در صورتی که اونا فقط پلاسما رو جدا میکنن و پلاسما رو تزریق میکنن. این هم یک از مواردی که میتونه اثرگذاری PRP رو کم بکنه. در مورد بوتاکس مو الان دارن روی این قضیه کار میکنن و دیدن کمک کننده است. با این توضیح که خونرسانی رو در سر زیاد میکنه، بنابراین میتونه کمک کننده باشه، ولی باز هم میگم به تنهایی نمیتونه اونقدر قوی باشه که شما بخواید هزینه بکنید و فقط همین درمان رو انجام بدید، خصوصا در موارد پیشرفته. مرسی.